میایم به اصل سوال. اگر کسی در وقت اذان نماز بخونه چگونه است؟ آیا اون اذان در وقت صحیح داده شده یا قبل از وقت است؟ بعضی جاهاست با تاسف بگوییم، خصوصا اذانهای صبح، بعضی مؤذنین ما هستن جدول اوقات شاید درست توجه نکنن یا نباشن نزد بعضیا، قبل از وقت بعضی اذان میتن. در نماز صبح غالبا این کار شده، خودم شاهد هستم، شنیدیم بعضی اوقات که قبل از دخول وقت اذان میتن. اگر اذان مطابق با وقت گفته شده باشد وقت داخل میشه، نماز صحیح هست. و این که برای بعضی خواهرها گفته میشه که شما باش جماعت خوانده شد بعد از او بخوانین، این کدام دلیل علمی نیست در این مورد. شما همین وقت که داخل میشه میتونین نماز بخوانین، مشکل نداره. ولیکن در وقت شنیدن اذان براتون گفتم که آدابش چیست که انسان استماع کنه و کلمات مؤذن تکرار کنه.